سلام بچه ها، امروز اومدیم با آموزش بافت حبابی. بریم که با هم یاد بگیریم. برای شروع بافتمون ما فاصله چشمایی که میبندیم باید حتما یک اندازه باشه تا حبابیای یک شکل بهمون بده. سعی کنید چشم یکم آزادتر ببندین. بعد از بستن ما موها رو باز میکنیم، چند تا تار از وسط مو برمیداریم و به سمت بالا میکشیم. بچه ها اینطوری حبابی خوشگل بهمون میده. سعی کنید اگه حبابیتون یک شکل نیست با دستتون بیرون بکشین تا یک اندازه بشه. من تا انتهای موها این روش رو ادامه دادم و برای دیزاین از چشای رنگی استفاده کردم. شما میتونین از مهرهای روسی هم استفاده کنین که کارتون رو چند برابر جذاب میکنه. سعی کنید از کرم و مواد اضافه استفاده نکنید تا پف بیشتری بهتون بده. ممنون تا انتهای ویدیو همراه هم بودین. اینم نتیجه کار. دوستتون دارم.